سلام رفقا، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من فولیکس هم. دارم حالتون عالی باشه. برای چنین سری اومدیم با گیم پلی آلدوس. آلدوس واقعا هیروی صبرداریه. باید وایسی استک جمع بشه تا یه دمیجی چیزی بدی. من دیدم این اول مچ رو داشتم رکورد میکردم، بعد دستم خورد کلا پاکش کردم. مخترم اون یه بار ماشا رو زده بودم دیگه نبود دیگه. اومدم این لاین وسط رو بگیرم که دیدم ماشه داره بالا رو پوش میده و اینجا فارامیس واقعا خیلی داشت اذیت میکرد. فارامیس نبود من اینجا چیز میکردم، چیه دیگه، راحت میتونستم بزنم و آنچنان فلیکرم هم نباید استفاده میکردم. یه اشتباهی کردم این بود که خونم کم بود و ماشا رو رفتم بزنمش که ماشا هم راحت منو زد دیگه. ببین از زیر تابر اومدم بیرون، خیلی اینجا اشتباه کردم. باید بک میدادم عقب، اینجا اولتم بود دیگه، با اولتم برمیگشتم سریع. ببینید اینجا اومدم ماشا رو بزنم، ماشا هم دیگه چون خونم کم بود منو زد دیگه. به محض اینکه زنده شدم سریع یه دونه اولت انداختم به سمت ماشا که لاین اون نزنه و هم ماشا چون خونش خود کم بود دیگه ماشا رو باید میزدمش دیگه. البته ماشا سپر داره، دو سه تا خون داره، قشنگ کانتر آلدوسه. منم که فرست پیک برداشتم آلدوس رو، یعنی تیم شو نداد، من فرست پیک بودم، بخاطر همین ماشا هم راحت برداشت دیگه. ماشا منو باید میزد ولی خب نمیدونم چرا زیاد ماشا از من کتک بخورد. با آلوس باید جوین بدی، جوین لاین های دیگه بدی که هم مینیونشون رو بگیری استک جمع بشه، هم یه خورده اذیت میکنی تانکی دیگه، یه جورای تانک هم حساب میشه چون جونه آلداس وقتی تانک میبنده خدایی زیاده دیگه، به درد ماشا میخوره. تایم ترتل بود و گفتم بچه ها میرن میزنن، آلوس هم بود جا سولم هم چیز کردم دیگه. بازی رو یه جور بالانسی در آورده بودن که الان هم در آوردن دیگه. بازی رو از بالانسی راحت در آوردن دیگه که نمیشه الان تیم فایت کرد دیگه، نه تیم فایت میشه داد نه چیزی. و البته اشتباه گفتم، بازی رو یه کاری کردن بالانسی در آوردن که سولو نمیشه پیک داد، یعنی سولو اصلا دیگه بازی قرار نیست پیش بره، کلا باید تو تیم فایت باشی. تایم ترتل بود، دیدم که تو ترتل چیزه یه خورده فایته، اینجا گفتم لاینمو بزنم سریع برم به ترتل. ببین اینجا میخواستم برم روی تیگریل، یه دمیج ریزی داد، یه استان خوردم و تیگریل اون بالا فیت شد دیگه. میبینید که اینجا بادان گرفته بود پارامیس رو، گفتم پارامیس یه دونه بزنم تو سرش که آلدوس زدش دیگه. دیدم برنا اینجاست، اومدم یه دونه مشت زدم تو سر برنا و برنا رو زدمش این دوباره راحتی. ماشاءالله لاینم انداخته بود، بادانگ هم دید لاین من افتاده، اومد که جوین بده، منم با چیزم سری رفتم دیگه، حتی ماشا رو فیدش کردیم و خواستم لاینمو بندازم که جوین میجم این وسط دادم و دیر شد دیگه. اینجا دیدم که چیز اومد روی من، الوکارد اومد روی من لاینمو زدم، یه دونه جانگلیش رو من زد، یه دونه 1 و 2 کردم که هم استان بخوره هم یه دونه دمیج ریزی بدم. دوباره یکم اومد و نمیدونم چرا فرار نکرد. اسکای من اینجا بسته شد دیگه، یه دونه اسکای بستم. ببین اینجا میخواستم برم رو تیگریل رو فیدش کردن، اشتباهی اومدم رو ماشا. ماشا منو به راحتی فیدم کرد دیگه. ببین ماشا راحت من خورد ولی بازم خوب دمیج داده بودم. دوباره زنده میشم، میام اینجا الوکارد یه بار میزنمش، اسکای هم دیگه اینجا بسته میشه. ماشا دوباره داشت لاینمو میزد و لاینمو راحت انداخت دیگه. ماشا لاینمو انداخت و اومدم اینجا و بادان کیل منو گرفت و کیل منو گرفت و نداشت. من با اینکه اسکای داشتم ولی خب بادان گرفت دیگه. داشتم ترتل میزدم، داشتم جانگلی میزدم که دیدم خونه چیز تیگریل کمه، یه دونه تیگریل رو فیدش کردم، با فیدیکر در اومدم از زیر تابر دیگه. خونم هم کم بود، سریع اومدم بیرون. یه دونه اینجا خواستم برم بلوی انمی رو بزنم، دیدم بلوش نیست، سریع اومدم اینجا دیدم که گرفتش بادان، زدمش دیگه. برنا رو هم زدم و برنا فیت شد دیگه. صحنه دوباره دیدم بادان الوکارد رو گرفته، سریع رفتم یک دونه یکی زدم تو سر الوکارد و الوکارد فیت شد. اینجا نمیدونم استان چی بود خوردم، سر همین استانی که خوردم نتونستم مشتمو بزنم و همونجا درجا فیت شدم دیگه. بگیم اگه مشتمو میزدم به تیگریل مرده بود و خونم دوباره پر میشد دیگه. اومدم دو تا لاین خودم رو انداختم اینجا، اومدم
نمیدونم کیو بزنم، اشتباهی رفتم روی یکی دیگه اونو فیدش کردم. فکر کنم فارامیس می‌خواستم برم بزنم، اشتباهی روی یکی دیگه اولت کردم، فارامیس مرد دیگه. اینجا تیگریل میاد ماشا رو کیرش میکنم، بک میدم عقب و تیگریل میخواست منو بزنه، یه دونه یکی میزنم تو سر تیگریل. من گفتم اینجا خونم پر میشه، ولی خب دیگه خونم اصلا پر نشد دیگه. من و تیگریل منو فیدم کرد دیگه. دوباره اینجا اولت میندازم به سمت بچه‌هاشون که چیز کنن، برم نزدیک تیمم که زیاد اذیت نشن و کمپ میگیرم، یه دونه کمپی میگیرم که بیان جلو و میگم که میان جلو خودم میام بیرون و فارامیس یه دونه اولت میندازه و استان میده. ببین اینجا دابل کیل گرفت نانو، من نمیدونم چرا نانو دابل کیل گرفت. اسکای هم نداشت، من اسکای داشتم، دقیقا نمیدونم چرا نتونستم بگیرم. و اینجا میگیره به ماشا میاد دنبالم، یه دونه دوی میزنم و یه دونه یکی میزنم، ماشا رو فیدش میکنم به راحتی، ریکالم میزنم، فارامیس میاد جلو. فارامیس میاد جلو با فلیکر بک میدم عقب و میرم بلو انمی رو میزنم، بلو خودم البته میزنم چون که تیمم مرده. تا اون موقعی که بخواد بیاد دیگه بعد تایم لرد هم هست، بره لرد رو بزنه دیگه، دوباره بلوش میاد. میرم لاینمو بندازم جلو، همون رد باف انمی رو میخواستم برم بگیرم که دیدم رد بافش نیست، لاینم میندازم جلوی خود فشار نباشه روی لرد که لرد و بچه‌ها بتونن به راحتی بزنن دیگه. که دیدم اینجوریه یه دونه اولت میندازم رو برنا و برنا رو با اولتم کیل میکنمش و دوباره بک میدم از این سمت بوشا میام که انمی من نبینه و یک کمپی هم باشم دیگه. میام یه دونه یکی میزنم سر الوکارد و الوکارد فیل میشه و اینجا یه دونه سر فارامیس میزنم تریپل کیل، یه دونه تریپل کیل قشنگ میگیرم. و اینجا دیدم که لاینمون خیلی لاین مید لینمون عقبه و تابرش نیفتاده، رفتم لاین مید لین رو پوش بدیم، هم بازی رو راحتی جمعش کنیم. ماشا اینجا اذیت میکرده خورده، یه دونه یکی میزنم تو سر تاور، من دیگه نرفتم ماشا رو فیدش کنم دیگه. البته اومدم اینجا ماشا رو خواستم بزنم ولی خب کلین زد دیگه ماشا رو. جا لردم گرفتن، لردی که در شد اذیت کرد، یه لحظه ریدم به خودم و یه دونه یکی دیگه زدم به سمت تاور و تاورش رو فیت کردم. رفقا اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگه خدا رو نگهدارتون.